بهترین محله اصفهان کدوم محله است؟ مهرآباد. اردیبهشت دوست. اردیبهشت. شما؟ خان اصفهان. عباس‌آباد. عباس‌آباد. شما؟ مهرآباد. مهران مهرآباد. یه هر کسی به بزرگ شدی محل خودش حساب بالاخره به یه جایی که اونجا آموخته شده. چند سال دیگه میتونی یه ملک داخل مهران مهرآباد بخری؟ طی 200 سال آینده. حدوداً 3 ماه دیگه. 3 ماه. 3 ماه دیگه بعد. شما ببینین ببینین بیا کنار بیا تو صف رو بعد. با توجه به شغلمون فکر کنم یه قرن دیگه. یه قرن دیگه. شما چی؟ یه خب آرش خیلی سن داره. ما درست. 20 سال میتونیم کار کنیم. تو این 20 سال هم نمیشه. نمیشه. پس هیچ وقت نمیتونه کنه. چند سال دیگه؟ شما خودت بگو. من 2 سال. 2 سال دیگه سلامت کنه. شما؟ اول ماشین مورد علاقه میخوام به خونه. حالا فرض کن میخوای خونه ده بخری. خونه را 3-4 سال. 3-4 یه سال. چیزی تو. آقا ما هم دیگه با اون گارا جمع کنیم بریم تو کاری خونه تو کاری ماشین. من نهایتاً 10 سال. نه بس کارت خوبه، وضعیت خوبه. تا چند سال دیگه میتونی بخری؟ تا چند سال دیگه که بخریم که میتونیم بخریم. خب پس وضعیتون خوبه. نه بگم وضعمون خوب باشه، نه بگم خونه مورد علاقه دو. مورد علاقه مونو خب. چه میخوام مثلا آقا چیزی باشه، ویلایی نباشه، باشه یا نباشه؟ ویلایی باشه ویلایی باشه. و پس ویلایی نباشه. خب تا چند سال دیگه میتونی بخری؟ همین الان میتونی بخریش؟ الان نه. خب چند سال طول میکشه با درآمدی که داره یه خونه ویلایی تو شهدا بخری؟ 10 سال دیگه. 10 سال دیگه. خب بازم خوب.